اگه بخوایم بین خانمای این ضیافت یکی انتخاب کنین که بشه خانم خونتون، کی انتخاب میکنی؟ من یا جناب تیمور. امشب شب شماست جناب دیوان سالار. اختیار دارید، شما مهمونین، بفرمایید. من ته صفم، شما بفرمایید. خواهش به جناب تیموری اگه باشه که میگم همه خانم. اگه به من باشه خب هیچ کدوم. حالا یه ذره با دقت بیشتری ملاحظه بفرمایید، شاید نظرتون نره. شک ندارم که امشب تمام خانمایی با عصر و نسب و شیک و خوشگل الان اینجان. یکم بیشتر نگاه کنی. به جز اونی که من دلم میخواد، به جز اونی که حتی یه تار موشم به شماها نمیدم. با خاک عالم چی شد پس؟ اگه بخوایم بین خانمای این ضیافت یکی انتخاب کنین که بشه خانم خونتون، کی انتخاب میکنی؟ من یا جناب تیمور. امشب شب شماست جناب دیوان سالار. اختیار دارید، شما مهمونین، بفرمایید. من ته صفم، شما بفرمایید. خواهش به جناب تیموری اگه باشه که میگم همه خانم. اگه به من باشه خب هیچ کدوم. حالا یه ذره با دقت بیشتری ملاحظه بفرمایید، شاید نظرتون نره. شک ندارم که امشب تمام خانمایی با عصر و نسب و شیک و خوشگل الان اینجان. یکم بیشتر نگاه کنی. به جز اونی که من دلم میخواد، به جز اونی که حتی یه تار موشم به شماها نمیدم. با خاک عالم چی شد پس؟